شما را فقط دوخی زدن، زیب و زینت کردن، تمام آرایشتان فقط در پیش شب حالاتون بکنید. پس ندا برایتون بکنید جوانمرد شهرمرد، خداوند در عمرتون برکت بده. زندگی هر چیزی هست است که باید شما زندگیتون آباد بکنید، زیرا که الله میگه که وعاشرهن بالمعروف، زندگی زیبا بکن. وقتی که زن گرفتی، اولا که زن گرفتی، زن تربیت زیبا بکن و دشنام کردن و سخنان قبیح گفتن این در اون نیست است که وقتی که زن که شد اون برای تو غلام می شود. نه برادر، این خواهر عزیزم در برایتان حق دارد. زندگیتون زیبا بکنید، یکیتون حرمت بکنید، احترام بکنید. و والله قسم عایشه مادرم میگه که یگان بار ندیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از در دل آمده باشه با چهره بزرگ یا که با به نسرینی. والله میگم پیغمبر یگان بار خونه درمانگی نبود و یگان بار ندیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست به بالای زنها براشتگی باشد. این از اخلاق محمد نیست که در آمدی خانه زن دشنام بدی، زن تحقیر بکنی. این از اخلاق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست. فهمیدم نه برادران؟ خداوند گناه ما رو عفو بگرداند. خداوند در زندگی ما رو برکت بده. خداوند این شامرد قدی عروس، خداوند عمر با برکت و زندگی اسلامی، زندگی طبق قرآن و سنت الله بر میسرشون بگرداند.